آدما تمام تمرکزشون رو گذاشتن رو دیگران. میچرخیم توی پیج اینو اون که ببینیم کی چی گفته، کی چی گذاشته، کیو دیس کنیم، به کی تهمت بزنیم، به کی بخندیم، به کی یعنی من باورم نمیشه این حجم از تمرکز روی دیگران رو. مهران خیلی حرف قشنگی میزنه، میگه من از بچگی یه چیز رو نفهمیدم. میگم چی رو نفهمیدم؟ میگه چرا من باید وقت بذارم راجع به یکی دیگه حرف بزنم؟ به نظرم خیلی وقت بی خودیه. من وقت بذارم یه نفر دیگه رو تجزیه تحلیل کنم، خب وقت میذارم خیلی کارهای بهتری از انجام بدم. ببین جمله ساده است، خیلی کوتاه، خیلی، ولی وقتی میری تو عمقش داغون میشی. تمام تمرکز ما آدما رفته روی دیگران، در صورتی که نصف این تمرکز رو خودمون بذاریم هممون موشکی هواییم. وقتی همه چیز سخت میشه به چی پناه میبری؟ وقتی همه چیز سخت میشه، خب من ابزارهای خیلی زیادی یاد گرفتم تو این سالها که چطوری سیستم عصبیمون رو اول آروم کنم، چطوری به بدنم نزدیک شم. توی بازیگری یه چیزی که استادم بهم یاد داده اینه که اولش از بدنت عذرخواهی کن، از بدنت عذرخواهی کن. به محض اینکه بدن بفهمه تو میبینیش، همراه راه میاد، اون کاراکتر رو اجازه میده بازی کنی. کلام میتونه اینقدر شفابخش باشه، پس کلام میتونه اینقدر خود رو به خودت نزدیک کنه یا آدم‌ها رو به هم دیگه نزدیک کنه. اگر اینقدر قدرت داره که ماشتو بکشه، پس همونقدر قدرت داره که خود رو به خودت نزدیک کنه. یه ابزار دیگه‌ای دارم که نروس سیستم عصبی آروم میکنه، مانتراخونی و آوازخونیه. تا بوده که بوده از قبایل وقتی مثلا مردا برمیگشتن از شکار، زنا شروع میکنن به آواز خوندن، چون نروس سیستم کل قبیله رو آروم میکردن با کار. چیزی هست که تو دی ان ای ما هست و فرد فکر میکنه این مشکلی که داره، که دوباره برمیگردیم خون با خون پاک نمیشه، اینقدر اگه تمرکز کنه روی این مشکله و هی بگه این مشکل هست، این مشکل هست، این مشکل میره، در صورتی که باید از یه انرژی دیگه استفاده کنی. تو اول نروس سیستم تو آروم کن، سیستم عصبی تو آروم کن که بتونی ببینی، بتونی دریافت کنی، بتونی شوهرتو یا همسرتو یا زنتو یا بچه‌تو دریافت کنی. بعد اون موقع راه حل بهت میاد. راه حل الان از توی وجود تویی که اینقدر تنس و تنش داری رد نمیکنه. تو نگاه مشکله، نگاه راه حل نیست. یه اصطلاح خیلی خوبی ما توی فارسی داریم که میگیم خون رو با خون پاک نمیکنن. یعنی از همون منبع و سورسی که خون ایجاد شده تو نمیتونی خون رو از بین ببری. تو باید یه سورس، یه منبع دیگه استفاده کنی، مثلا آب، یه چیز دیگه که یک تراکم دیگه داره، یک انرژی دیگه داره. فکر رو با فکر نباید پاک کنی. فکر رو با فکر نمیتونی از بین ببری. باید از یک دریچه دیگه وارد بشی که حس کردنه. یه جایی حتی گریه کردی؟ خیلی جاها گریه کردم. اصلا خجالت هم نکشیدی اونا رو شیر کنی با آدما؟ اصلا خجالت نمیکشم که شیر کنم با آدما احساساتمو. این چیزی که اون لحظه بدنم داره تجربه میکنه، اگه اشکی داره میاد، اون چیزی که من دارم تجربه میکنم و در واقع ضعف من یا اون نقطه آسیب من در واقع اون نقطه سکوی پرواز من هست که میتونم ازش استفاده کنم، چون همدلی ایجاد میکنه، همدل میشیم. برای همین از اینی که کاور کنم، ماسکی بر صورت بزنم، گریه هامو نشون ندم، ناراحتی هامو نشون ندم، اصلا به سمت این قضیه نمیرم.